این خانم خوشگل ما، گوش دراز خانم، الان 3 سال پیش من. 3 ساله این خانم خوشگل پیش من. قبل از اون بیرون بود، تو خیابون بود. یعنی یه نفر نگفت تو با این چشای عسلیت، این قیافه به این قشنگی، این پوست به این قشنگی، با تو ناراحت بیرونه ها؟ نگفت این بچه خب بیرون سردش میشه، هر چقدر شما فکر کنین پوستش مو داره و فلان، فکر کنین یه ژاکت تنتون، یه پلیور تنتون، خب تو زمستون، تو جوب، تو برف، یکی نگفت بیام این بچه رو ببرم خونه، یه دونه استخون جانمو ناز کنم؟ چشم. یه دونه استخون پرت کردن جلوش، گفتن بخور. من استخون نمیخورم که، منم مثل شما دوست دارم غذای خوب بخورم. استخون غذا سگ نیستش که. گوشتو چیکار کردی ماما؟ گله بمیرم برا تو. 6-7 سال بیرون بودی ها. قدر نمیدونن گوش دراز. قربونت برم دماغت این زاویه تا گونده است. خدا وای خدا جونه عاشق همین اداهاتم دیگه. چشاشو گوشا رو چی ماما؟